اگر شخصی که در زمستان احتلام شود، سحر خیزد که آبی گرم نیست، اگر آب گرم کند وقتی نماز میگذرد، این شخص تیمم کند ممکن است. تیمم یعنی خلیفه طهارت است نزد عاجز آمدن از آب. یعنی اگر شما آب نیافتین میتونین که تیمم کنین. خب اول مرضین یا اینکه اگر بیمار باشین که آب خنک در بدن شما زلال میرساند، این زمان هم شما میتونین اگر آب گرم نباشد تیمم کنین. او بردین یا آب خنک است. از جهت خنکی هم فقه حنفی میگوید که اگر آب خنک باشد و وقتی نماز رفته ایستاده است، اگر تو از پی آبازی شوی و وقتی نماز میگذرد، این حالت شما میتونین که تیمم کنین و نماز ادا کنین. برادرایی که از پیشاب و از پروستاتیت اذیت میکشند، بهترین راه حل این از فیرمای عربی اسمیود پروستاتیت است که میتوانید شما رای پیشاب را و همچنین وسپلین پیشابدان را برطرف کنید. و برادرایی که میخواهند پروستاتیت از فیرمای عربی اسمیود را از شرکت شفافرما زکاس کنند، در کامنتر در اومده پلوس مونند. و برادرایی که در مسکو قرار دارید، میتوانید از شرکت شفافرما اومده حجامه بی پول را دسترس کنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای گرانیسا گشتیم اینا بچه‌ها یگون همش خودش گپ زنن. سلام علیکم. نموخه رفتیم اومدیم گرانیسا ارنگور 100 فوت چوتکی کاش بچه‌ها بیای مقصد یگون جای فن فرش نیست. گذاشتیم خوی دوی که بردن پرسکات کردیم بفرستن و پویز میریم مثلا هر میره میریم. ما با ماشین رفتیم اومدیم در مدتی 4-5 ساعت مقصد گذاشتیم خوی دوی اومدیم. نه همه ساعت پویز ایمیگراسیون گفتن بچه‌ها گرفتن. کو ایمیگراسیون دن شو میشه باون ایمیگراسیون کارت دادن شو میشه. داشتیم بعدم اونم توی چی بشنید. ایمیگراسیون کارت دادن شو میشه. جام ساعت پویزا. این امروز 20 با اجازه یا بچه باز برای وسیع‌تر همین موضوع برای کسی لازم است آمده گپ میزنی، ان شاء الله باز برای تو معنی داد میکنی. یعنی الحالش همین قدر شما بفهمین که یعنی آب خنک اگر در وجود شما زلال نرساند، این صورت تیمم برای شما جایز نمیشود. لیکن اگر آب خنک بر وجود شما زلال میرساند، این صورت آب گرم کرده استفاده کنید. لیکن گرم کردن در شرایط نباشد، این حالت شما میتونید که تیمم کنید. شخص جنوب با یک تیمم هم غسل و هم طهارت کنه درست است. البته آدمی که همون جنابت در مبتلا شده است، همون تیممی که میکند همون کفایت کننده است، هم برای جنابتش و هم برای چیز طهارتش. یعنی با یک تیمم تو البته از جنابت هم پاک میشی، باز صاحب طهارت هم میشوی. لیکن نماز که خواندی الکی تو قدرتی بر آب داری، این صورت آب گرم میکنی و آوازی میکنی، باز با نماز دیگر تیار میشوی. شخص در نماز 4 رکعته لایق شد که قعده آخر بود، امام سلام داد و اون شخص نماز را دوام داد. با جماعت داخل شده است یا نه؟ البته داخل شده است. کسی که در کدام رکعت نماز اگر می آید امام در می یابد، اون البته از نماز جماعت حساب می خورد. حتی شما از زمان خانه قدم میزنین به سوی مسجد، آمدین که نماز جماعت دایراب هم که نکنین، شما ثواب نماز جماعت گرفتین. حتی که پیغمبر خدا میگوید که نگاه میکنین که وقت کم است، شما در راه ندوین، حتی برای نماز جماعت ندوین، بلکه آهسته آهسته قدم زنان به مسجد بیاین. اگر چی بود کردن میلش خود تنها میخوانی، تو در حکم جماعت هستی، تو ثواب جماعت میگیری. السلام علیکم داملای عزیز. التماس درباره عاقبت و آخرت شخص حرف زنید که دیده و دانسته مال شخص دیگر را بسم الله گفته از آن خود میکند. چند سال باز مال خودم را از دست همین گونه مسلمان ها گرفتن نمیتوانم. با احترام یکی از اخلاصمندانتان. این الرجالا یتخوزون يتصرفون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بخاری. امام بخاری در حدیث های خود بیان میکند که
کدام مردی که مال یک برادرش تصرف میکند به غیر حق میگیرد، یقینا انتظار باشد که آتش دوزخ منتظر وی است. تو ای صوفی، گفته حضرت مولوی، تو ای صوفی که در بر میکنی دلق کن اول احتیاط از پاکی حلق. اگر حلق کسی آلوده باشد کجا در معرفت پالوده باشد. وقتی که اگر شما حرام خور باشین، اگر ما و شما مال یک برادر را به غیر حق تصرف کرده باشیم، این مال برای ما و شما حرام است. وقتی اون مال حرام تا وقتی در دست ما و شماست یا تا وقتی که حقی را ما ادا نمیکنیم، عبادت‌های ما و شما در نزد خداوند ناقص است. عبادت‌های ما و شما در نزد خدا ثواب ندارد. این نمازی که ما و شما میخوانیم به مقصد چی میخوانیم؟ تا که ما و شما را از همین کردارهای بد باز دارد. وقتی ما نماز میخوانیم و باز همین نماز خواندن که به این کردارها چنگ زدیم، این صورت اون در عبادت‌های ما و شما هیچ ثواب باقی نمیماند. السلام علیکم داملای شیرین سخن، من از شما خواهش دارم با همین سوال من جواب دهید. بعضی آدمان میگویند که آدمی بیوه صدقه و معرکه کند قبول نیست. خواهش میکنم با همین سوال من جواب دهید. سوال را دادم، جوابش را منتظرم. یعنی آدمی که بیوه گفتگی، یعنی یک آدمی بی سرپرست، آدمی بیچاره کمبغل، وقتی خیر احسان میکند، در اصل خیر احسان او در نزد خدا ثواب ندارد. اسلام ما و شما به ما و شما بسیار یک کمک های زیاد دادگی هست. حتی خدا در قرآن میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ بنده را تکلیف نمیده مگر قدر قوتش. پیغمبر خدا میگه لا اشتری شیئا لیس عندي ثمنه، هیچ چیز نمیخرم تا وقتی که اگر در کیسه من، در جیب من اگر پول نباشد. امروز ما و شما چنان معرکه های کردیم، با چنان معرکه های کرده ایستاده ایم که هیچگاه ما و شما از قرض خلاص نمیشویم. هیچگاه. اگر همین عمل های ما و شما باشد، همین اسراف های ما و شما باشد، من به همه شما پیشکی خبر میدهم که هیچگاه شما بای نمیشوید و هیچگاه پای شما در یگان ماشین سبکرو نمیدراید. یعنی همه وقت شما خار و ذلیل میشین در صورتی که اگر بر اسراف شما راه دید. بین باور کنین یک معرکه های داریم که هیچ اوکی اونا را دیگر من بیان کرده نمیتوانم. آمده همه اینها بعد چی میشود؟ اسلام گناهگار است. امروز فرزندای ما و شما از حساب همین خراجات های بی معنی و از همین خراجات های بی فایده و اسراف ما و شما در بدر شدن. فکر میکنیم همین $1000 و $2000 که از ملکای روسیه میارن همین را به یک آسانی به دست میارن. همون کارگرها را پرسان کنین که در کدام حالات بیچاره روز گذرانیدن، آمدن رسیدن که باز در همینجا خیر خدایی سر میشود. از همان سومی که به زحمت به مهنت آورده استش باز $100 و $200 را باز خیر میکند. این چی معنی دارد آخه؟ اسلام هیچ وقت ما و شما را تکلیف نمیدهد. اگر ما و شما اراده ثواب داشته باشیم، اگر شرایط نداریم، خیر احسان را دست نزنید. برای ما و شما خیر احسان مرحمت، نماز جمعه، صحبت خوب، چهره خندان، همه این در نزد خدا ثواب دارد. باید همین یک عمر همین مردم ما و شما قرضدار باشد. ما و شما از حساب همین ناداریمان هیچ جا سیاحت برآمده نمیتونیم. تمام استراحت جاها در کیا استراحت میکنند؟ همون کسانی که هیچ نبوی اسلام به مشامشان رسیدگی است. همه راحت اونا از خود کردگی هم. برای ما و شما را چنان پروگرام های جور کردگی هستند که دیگر اصلا میگون که از قرض نمیبراییم. یک مرده 3 بگی نمیتیم، 7 بگی نمیتیم، 40 میتیم، 20 میتیم، سال میتیم، 1 سال دیگر پنجشنبگی میتیم. در کدام کتاب است؟
کنی کو در کلام کتاب است کنی همین بین شما اگر داملای باشد خیزت گوید 100 جان ما هم قبول داریم. همین بارهای وزبین در گردن مردم بار کردیم. از این خاطر کدام انسانی که دست نارسا دارد از همه شما خواهش میکنم از همسایه نترس، از همسایه شرم نکن، از خدا شرم بکن. قد همون قوتت این است خاص اسلام ما و شما. حتی پیغمبر میگوید ابدا بنفسک فتصدق علی، اولا نفس خود تسیر کن، اول خودت از لباس و از خوراک خودت تأمین شو، بعد از آن زن و فرزندها تا تربیه کن، بعد از آن خیش قومیت تا برسان. وقتی که اگر دستی تو از همه اینها که زایتی شد بعد مرحمت بیرون برا، خواه همسایه میره خواه کجای ده که خیر احسان میکنی. السلام علیکم داملای عزیز. موسفیدانی پیشترم میگویند که در شب چهارشنبه باید که بازن خواب خیز نکنی. راست است. باز میگویند که در روی الافزار بازنت علاقه جنسی نکنی زیرا فرزندی ناصالح میبراید. اکنون فرزندی صالح و ناصالح این به خدای ما و شما وابستگی دارد، به الافزار و به روز چهارشنبه وابستگی ندارد. اینا هیچ دلیل اصل ندارد، هیچ دلیل اصل ندارند که در روز چهارشنبه یا روز دوشنبه مثال بازن خانه‌داری کردن دیگر هست. اینا هیچ معنی ندارند. هر کسی که قدرت دارد خواه در روز است، خواه در سحر است، خواه در پیشین است، در کدام حالتی که نبیش مالی توست، مرحمت استفاده کردن بگیر. اینا هیچ اصل ندارن. سخنان گفتن حضرت گفتن صاحب 4 کتاب گفتن لیکن به اساس است، اصل ندارد، دلیل ندارد. شاید که همون صاحب 4 کتاب همین را نگفته باشد، شاید همین اسرائیلیت باشد، همین دشمنان اسلام برای مسلمان ها ممکن که داخل کرده باشد تا که همون روز چهارشنبه شاید که مثال همون مرد اشتهای زیاد داشته باشد. اسلام منش کرده است گفته است دیگر همین نعمت بعد محروم می شود. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یک شخصی نزدیک دارم که او زنش را طلاق کرده است و با ما همدیگر مصلحت کرده تا طلاق مرا هیچ کس نفهمد. گفته با همدیگر زندگی دارند و بعد از طلاق از آنها پسر بچه به دنیا آمد. از شما خواهش میکنم که به این سوال جواب درست دهید که تا اینکه با واسطه دیگر شخص من جواب این سوال را به اون انسان برسانم. خاک و پنهان خدا در قرآن میگوید این تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. شما چی پنهان عمل چی عملی را در پنهانی انجام میتین، چی عملی را در آشکارا انجام میتین، از همه این خدای شما با خبر است. پنهانش کرده است. مثال بازن طلاق کرده شده که زندگی میکند، زندگی و البته حلال نیست. اون فرزندی که به دنیا آمد است، اون فرزند الکه ولد زنا هست، اون بیچاره الکه یک داغ در وجود او جایگیر شد. این کارها آینده آشکار می شوند و همون فرزند بیچاره که هیچ گناه ندارد زیر ملامت رفیقاش گرفتار می شود. برای همین بهترین صورتش همین است که این پنهان کردن در کار نیست، بلکه در مفتیات رفته عریضه کردن در کار، مراجعت کردن در کار. راهاش باشد مرحمت، راهاش نباشد باز یگان توصیه دیگر همون صاحب فتوا هستن و شما توصیه میکنن. شما قصه میکنم که چرا این سوره به نام فیل مشهور شد. پادشاه حبش نجاشی بود که در یمن یک والی را انتخاب کرد، یک سردار را در یمن انتخاب کرد به نام ابرهه ابن صباح اشرم. این ابرهه در دین نصرانیت بود و بسیار میل داشت که مکه مکرمه را تصرف کند و در زیر فرمان خود قرار دهد
و شام را هم در زیر تصرف خود قرار دهد و خیلی عسکری کلان هم داشت و روز به روز نگاه میکرد که تمام مردم حاجی‌ها به سوی مکه مکرمه سفر میکنند، خانه کعبه را رفته زیارت میکنند. در دل این ابرهه یک رشک و حسد زیاد پیدا شد که چرا مردم به سوی مکه مکرمه به یک خانه‌ای که از سنگ عبارت است میروند و را زیارت میکنند. من از این خانه دیده زیباترش تیار میکنم و در شهر یمن یک کلیسای تیار کرد. مفسرای قرآن میگویند که بسیار سنگ‌های قیمت بها داشت و تمام مردم را دعوت کرد که مرحمت عبادتگاه از امروز اعتباراً در شهر یمن. چی میداند که این فرمان خداست؟ چی میداند که در این خانه کعبه چی حکمت است؟ وقتی مردم دعوت میکرد هیچ مردم میل به سوی کلیسای او نداشتند و در پیش خود یک قصد گذاشت که اگر خانه کعبه را ویران کنم هر آینه مردم به سوی کلیسا و سوی این خانه‌ای که من بنیاد کردم به سوی این رجوع میکنند و باید که با این نیت خود برسد. چیکار کرد؟ 60,000 عسکر جمع کرد با همراهی 13 فیل که سردار این فیلها به نام محمود نام داشت. این فیلها به اصطلاح امروزه گوییم همین چگونه که تانک ها امروز خانه ها را خراب میکنند، راه ها را خراب میکنند، این فیلها مثل همین تانک ها بودند که وقتی که سردارهای اونها امر میکرد که فلان جا را پایمال کن، این فیل او را اطاعت میکرد. ابرهه 13 فیل دیگر را پیش و 60,000 عسکر از پس به مکه مکرمه سفر کردند. وقتی که به یکی از قشلاق‌های نزدیک مکه مکرمه رسید، در حال نگاه کرد چوپان‌ها همه مال‌های مردم مکه را وانی می‌کردند. مال‌ها را همه را در زیر تصرف خود درآورد و یک نماینده را ابرهه به مکه مکرمه روان کرد که اشراف مکه را، سردار مکه را نزد من دعوت کنید. و در اون زمانها میگه در مکه مکرمه سردار عربها این بابای پیغمبر عبدالمطلب بود که در وقتی که امین ابراهیم میگه اطراف همون مکه را اشغال کرده بود و مالها را در زیر تصرف در آورده بود، 200 اشتر امین عبدالمطلب را هم در زیر تصرف خود در آورد که چوپان عبدالمطلب به عبدالمطلب خبر داد که ابرهه مالهای ترا، گوسفندها و شترهای ترا از خود کرد. آمد نماینده ابرهه نزد این عبدالمطلب و از عسکر و از نیت ابرهه به عبدالمطلب خبر دادند. عبدالمطلب گفت من قوت جنگ با ابرهه ندارم و ما یک مردم خیلی کوچک هستیم و هر کاری که میخواهد کردن گیرد، زیرا که ما دیگر توانایی و قدرت در ما وجود ندارد. و او را طلب کردن که نزد ابرهه میریم. آمد میگد به نزد ابرهه. مختصرا قصه را من برای شما میرسانم زیرا سوالها را جواب گفتن در کار. وقتی ابرهه آمد میگد نگاه کردم خیلی یک جوانی با تنومندی بود ابرهه و بسیار صاحب کلاه و صاحب تخت و میگد از عبدالمطلب پرسید چی میگویی؟ گفت من نیت کشتن مردم مکه ندارم، بلکه فقط نیت من این است که همین خانه کعبه را ویران کنم. عبدالمطلب گفت من گفت به تو یک نیاز دارم، یک سخنی دارم. او چی سخن داری؟ گفت نفرهای تو گفت 200 اشتر مرا گرفتند، من از تو طلب دارم که همان 200 اشتر مرا پس بگردان. ابرهه گفت عجیب مردی بدهی، من خانه را ویران میکنم که دین بابا و پدر توست، عبادتگاه توست، تو باشی از اشتر سوال میکنی.
عبدالمطلب بابای پیغمبر چی گفت؟ او قسم به خدای همون خانه کعبه که من صاحب اشتر هستم، این کعبه به خودش صاحب دارد، اگر بخواهد خانه خودش پاسبانی کند، اگر بخواهد خانه خودش از دست تو نجات دهد. من به سر اشتر خود آمدم. ابرهه حیرت دماندند و ابرهه میگه این عبدالمطلب خبر داد که من باوری دارم که خداوند تو را نمیگذارد که خانه این خلیل خودش ابراهیم را تو ویران کنی. و عبدالمطلب پس گشته آمدند، مردم مکه را دعوت کردند صحبت در گپ نزنید. وقتی که آمد مکه نزد خانه کعبه، قبیلش فریاد کرد و گفت که امروز ابرهه بیرون مکه قرار دارد با 60,000 عسکر و 13 فیل آمدگی باید که خانه کعبه را ویران کنند. همگی نزد خانه کعبه می رویم و از خدای خود زاره و تولا میکنیم که خداوند مدد کند که این خانه کعبه را این دشمن دین، این دشمن خانه کعبه ویران نکند. یک جای آمدن میگه دست در همون دروازه های کعبه زدن، گریه و تولا و زاری کردن که خدایا صاحب این خانه خودت هستی، این خانه را نگذار که این ابرهه ویران کند. یک جای دعا کردن میگه و همگی به سوی کوه بر آمدن و گفتن که ما زیر پای این عسکرهای ابرهه قرار نگیریم. بالای کوه بر آمدن و فرمان شد به ابرهه که هجوم به سوی خانه کعبه. نزدیک آمدن، به ناگاه همون فیلی که پیش میرفت به نام محمود بود، همین نزدیکی خانه کعبه در رسیدند میگد که زانوهای خودش قطع کرد که در زمین نشست. خداوند حیوان ادراک داد. حیوان میفهمد لیکن انسان نمیفهمد. همون محمود همون فیلی برجسته با زانوها زد، میگد دیگر هر چی که قمچین کاریش میکنن از جای خود نمیخیزد. وقتی وی را از جاش میخیزانند یعنی چهره او فیل به طرف پس میگردانند، میگد به سوی پس میدود لیکن به سوی خانه کعبه دیگر حرکت نمیکند. همین زمان بود میگد عبدالمطلب که از بالا نگاه کردیم یک طریقی همین پرنده های سیاهی که در اون ملک ما وجود نداشت، میگد همونها در آسمان یکی سیاهی پیدا شد. مفسرای قرآن میگویند که هر کدام این 3 سنگ داشت، 2 سنگ در پاها، 1 سنگ در همون نول خودشان داشتند و در هر یک سنگ نام عسکر ابرهه نویسانده بود که اینها را خداوند در قرآن چی میگوید؟ میگوید ترمیهم بحجارة من سجیل. اینا سجیل بودن، میگد این لایه بود که در پایهای همی پرنده ها که در دوزخ پخته شده بودن و هر کدام اینها بی نهایت گرمی بود که وقتی که عبدالمطلب میگد این پرنده ها را ما دیدیم بالای این عسکر ابرهه قرار گرفت و از هوا میگد مثل که سمالیات همان بمبه های خودش میپرتاید، میگه حواله میکرد، هر یک تیر به نشان خودش به صاحب خودش میرسید. زمانی که میگه میرسید همون زمان نگاه میکردیم که هر یک عضو جدا جدا میشدن و گوشت ها میگه از بدن چکار میکرد؟ جدا میشد. این حالت دیدیم، همگی به سوی خدای خود چکار کردیم؟ به سوی خدای خود گشتیم و گفتیم که خدای تو قادر هستی، تو توانا هستی. این الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ای محمد آیا ندیدی و ندانستی که خدای تو با این عسکر فیل ها چی معامله کرد؟ اینا میگد مفسرای قرآن میگد که روز تولد پیغمبر بود، اینم یک معجزه پیغمبر بود. همین واقعه 40 سال پیش از بعثت پیغمبر بود، یعنی روز تولدش ابرهه به مکه مکرمه چیکار کرده بود؟ هجوم کرده بود. الم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا ندیدی محمد که ما این دام و این حیله و این نیرنگی که آنها کشیده بودند آنها را ما برباد دادیم. الم یجعل کیدهم فی تضلیل ترمیهم بحجارة من سجیل، اینها را ما سنگ باران کردیم با سنگ های سجیل.
فجعلهم كعصف مأکول، بس گردانیدیم اینها را. عصف گفته چی را میگن؟ کاهی که خاییده شده است. مفسران میگن که وقتی که حیوان نخشار میکند و از لبهاش همون خوراک خاییدگیش میغلطد، همین عسکر ابرهه را خداوند به همون کاهایی که خاییده شده بود به همون مبدل گردانید. البته خدای ما و شما به همه قادر است. وقتی که اگر اذیت مسلمان از حد که گذشت، خدای مهربان به داد مسلمان میرسد. هر کی با شمع خدا سازد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوز او. البته هر کسی که به مقابل این شمع با این اسلام با این قرآن میخواهد که مبارزه برد، البته شمع او دائم در گران نیست. چراغ ظلم ظالم تا دم مردن نمی سوزد. چراغ ظلم ظالم تا دم مردن نمی سوزد. اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمی سوزد. این ظالم قاعدش همین است. حجومش یک روز نصرت دارد، 2 روز 3 روز، عاقبت البته به البته در چای کندگیش این دشمن خودش گرفتار میشه. و در اینجا برادر باز از ما سوال کردن که درباره قصه های حضرت ابو حنیفه حکایت کنیم. انشاءالله اینم در اراده ما هست که درباره حضرت ابو حنیفه نعمان ابن ثابت که همه ما و شما الحمدلله پیرو مذهب ابو حنیفه هستیم و هزارها بار شکر به سوی خدا هم میکنیم که چنین امام پاک و پاکتینت را ما صاحب شدیم. از این خاطر در باب این حضرت هم یک روز اختیار میکنیم، گپ میزنیم. لیکن از همه شما دادرای عزیز، پدرای مهربان خواهش میکنم که در مذهب ابو حنیفه خیلی هوشیار باشیم. مذهبی هست که دنیای را اعتبار میکنه. اکثریت دنیای عالم همه پیرو مذهب ابو حنیفه هستند. مذهبی هست که هیچ خلل و هیچ خطای در او وجود ندارد. همه شما را باوری میکنم آن چیزی که ما و شما از مسئله های کدام مسئله ای که نباشد، از عبادت است غیر عبادت است، ما و شما رفتار میکنیم، همه اینها 100% حق هستند، هیچ جای غلطی ندارد. بعضی از برادرای ما و شما میگویند بعضی حدیث هایی که ابو حنیفه انتخاب کردن ضعیف هستند. خود همو برادرها چون ضعیف هستند. ابو حنیفه هیچ وقت ضعیف نیست. اگر یک عادی ترین ذره عبادت ابو حنیفه را ما و شما به جا بیاریم، باور که به سوی خدا باید شکر کردن در کار. حضرتان نه حلقی حرام داشتن، نه شکمی حرام داشتن، نه مثل ما و شما 3 بار در یک روز خدایی میخوردن، بلکه همه وقت در روی عبادت بودن، دائما در یاد خدا بودن. السلام علیکم داملای محترم، درود و رحمت خدا بر شما باد. من از 35 کیلومتر راه دور به این مسجد شما می آیم و شما را بسیار دوست می دارم. یک سوال دارم. میگویند که کور دشمن خداست و کر دوست خداست. آیا اینها را خدا خودش کور و کر نکرده است؟ البته در مقال ما و شما هست که کور دشمن خداست و کر دوست خداست. لیکن این را ما و شما میتونیم از سوره انفال، خدا میگه استعیذ بالله ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدرستی این که بدترین شما، بدترین جنبنده در روی زمین کیست؟ کوران و کران و گنگان هستند. کورها، گنگها، کران، اینها دشمن خدا هستند. حتی در سوره دیگر چی میگه؟ در سوره اعراف آیت 179 میگوید اولئک کالانعام بل هم اضلوا اولئک هم الغافلون. این کورها، این گنگها، این کران از حیوان هم دیده پستر هستند. اینا طایفه غافل ها هستند. لیکن مقصد از این کور و کر و گنگی که در بین ما و شما زندگی میکنن اینها نیستند. کوران کسانی هستند که حقیقت را میبینن و پیرو نمیشوند. گنگها کسانی هستند که حقیقت را میدانن و نمیگویند. کران کسانی هستند که موعظه برای آنها شنیدن خیلی مشکل است. گپ حق را شنیدن نمیخواهند. اینا کران هستند.
هر کسی که اگر یک عمل ناسواب میبیند، چگونه پیغمبر گفتند اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الایمان. کدام شما اگر یک کار نامشروع را میبینید، یک کار ناسواب را میبینید، در خاندانتان مثال میبینید یک کارهای حرام در بالای دسترخوانها چیزای حرام که میبینید، با دستهاتون تغییر بدین، این زمان شما بینا هستید. شما این زمان کور نیستید. وقتی شما چیز حرام میبینید، کار حرام میبینید، لکن چشم میپشین میگین این خودش جوابش میگوید، این حالت در شما کوران هستید.